میخوای مثل آب خوردن به سوالات به تستا جواب بدی؟ لطفاً تو این ویدیو هم همراه من باش. عزیزان، باز هم یه تست از زیست دهم فصل گردش مواد. سوال میگه در مرحله دیاستول عمومی کدوم دریچه ها بسته است؟ گزینه الف میترال و سلتی، ب آئورت و ریوی، جیم همه دریچه ها باز هستند، دال هیچ کدام. من میدونم در هنگام دیاستول عمومی دهلیزها خون رو از ورید دریافت میکنن. و وقتی که خون رو از ورید دریافت کردن کم کم فشارشون از بطنها بیشتر میشه. بنابراین دریچه دولتی و سلتی بازه. اوکی، با این توضیحات پس گزینه ب جواب صحیحه. ولی من میخوام بقیه رو هم تست کنم. میگم چون فشار بطنها هنوز از فشار سرخرگ‌های آئورت و ریوی کمتره، بنابراین همین کم بودن فشار باعث میشه که دریچه های آئورت و ریوی، یعنی دریچه سینی آئورت و ریوی هنوز باز نشده، بنابراین بسته است. پس این که میگه همه دریچه ها باز هستن، دوتا دریچه دولتی و سلتی درسته، اما سینی یعنی آئورت و ریوی هنوز بسته است. دلیلش رو هم خدمتتون گفتم، هنوز فشار بطن انقدر زیاد نشده که بخواد اون دریچه ها رو هم باز کنه. خب الان میخوام یه تستی طرح کنم که درست برعکس تست قبلی باشه. سوال اینو میگه در کدام مرحله از چرخه قلبی 4 دریچه قلبی بستن؟ الف دیاستول عمومی، ب سیستول دهلیزی، جیم ابتدای سیستول بطنی، دال انتهای دیاستول بطنی. جواب میشه گزینه جیم، یعنی ابتدای سیستول بطنی. حالا چرا؟ در ابتدای سیستول بطنی بطنها شروع میکنن به انقباض، درسته؟ اما فشارشون هنوز انقدر زیاد نیست که بخواد دریچه های سینی آئورتی و ریوی رو باز کنه. خب از طرفی افزایش فشار بطنها خودش باعث میشه که دریچه دولتی و سلتی بسته باشه. پس هم دریچه دولتی سلتی بستن، هم فشار بطنها انقدر زیاد نیست که بخواد دریچه های سینی رو باز کنه.